زنان ترکمن در شناساندن فرهنگ ترکمنی نقش بسزایی داشتند. در زمان حکومت پهلوی‌ها، هنگامی که به دستور رضا شاه سیاست یک زبان و یک ملت به سایر اقوام ایرانی تحمیل شد، در بین ترکمنها با خلع لباس شدن مردان، کلاه شاپوری جایگزین کلاه پشمی مردان ترکمن در منطقه شد. در این هنگام این زنان بودند که با پوشیدن لباسهای رنگین ترکمنی برای حفظ آخرین فرهنگ بجامانده، اصالت فرهنگی خود را حفظ کردند. پس از سقوط پهلوی‌ها و با آمدن جمهوری اسلامی در فروردین ماه 58، زمانی که ترکمنها در جنگ گنبد برای احقاق حقوق برابر وارد کشمکش با نظام حاکم شدند، ده‌ها تن از جوانان ترکمن شکنجه، زندان و به اعدام محکوم شدند. سفرگل خالدزاده و بایرام بیبی ملتی تنها دو مورد از قربانیان زن در این جنگ هستند. سفرگل خالدزاده در سال 1327 متولد شد. وی به علت فقر مالی برای گذران زندگی قالیبافی می‌کرد. او در جریان حمله عناصر نظامی در جنگ گنبد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. بایرام بیبی ملتی فرزند آن محمد در تاریخ 1320 در گنبد کاووس به دنیا آمد. وی در 8 فروردین ماه سال 1358 به همراه فرزند 6 ماهش طی هجوم عوامل کمیته در منزل شخصیش به رگبار گلوله بسته شد. در اسفند ماه 58 نیز زنان ترکمن نقش فعالی داشتند. این زنان با تأسیس کانون زنان ترکمن شروع به فعالیت‌های فرهنگی و مدنی در جامعه ترکمن صحرا کردند. هسته اصلی فعالیت‌های کانون زنان را دانش آموزان دبیرستان دخترانه کمینه شهرستان گنبد کاووس تشکیل می‌داد. کلاس‌های مبارزه با بیسوادی، حمایت از دختران و زنان قالیباف ترکمن در شهرها و روستاهای ترکمن صحرا از جمله فعالیت‌های عمده این کانون بود. زنان ترکمن در جمهوری اسلامی با نابرابری‌های مضاعفی روبرو هستند. این زنان مجبورند تا در مراکز دولتی با پوشش رسمی حضور یابند و لباس محلی را به دور بیاندازند. چرا در رفراندوم شرکت نکردید؟ برای اینکه محتوای جمهوری اسلامی برای من مفهومی نداره فعلا. اینه که من شرکت نکردم و فکر میکنم تمام ترکمن‌ها در این رفراندوم شرکت نکنن، چون برای ما فعلا معلوم نشده این موضوع.